این آستان چو باغ جنان پایدار باد، چون مهتاب در فلکش برمدار باد. چون کو سرفراشته در روزگار باد، چون فرش بر ثبات خود امیدوار باد. تا ابر و باد و دور قمر گرم کار باد، دارالعلوم عالیه دارالقرار باد. دارالعلوم عالیه دارالقرار باد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. قبلا بیان کرده بودیم که اساسی ترین رکن و اصل اعتقادی یک مسلمان می باشه توحید، و توحید به معنای اعتقاد به ان الله واحد، به ای که خداوند تبارک و تعالی یگانه می باشه. و چون که اعتقاد به یگانگی خداوند تبارک و تعالی موقوف بر اعتقاد به وجود خداوند تبارک و تعالی بود، پس در مرحله اول مباحث مختلف و درس‌های مختلف پیرامون اثبات وجود خداوند تبارک و تعالی داشتیم، و بعد از اینکه نظریه مارکسیست ها و نظریه مادیگرایان و نظریه طبیعیین اینا همگی باطل شد و خط بطلان بر آنها کشیده شد و نظریه اسلامیین تثبیت شد به این که ماوراء عالم، بالاتر از عالم، یک ذات میبایست باشه که او خالق عالم قرار داشته باشه و تمام عالم به او محتاج باشه، وجود او از خود او باشه، ذاتی او باشه، محتاج در وجود و در ذات به هیچ کس دیگه نباشه. میپردازیم به اصل خود موضوع که وحدانیت خداوند تبارک و تعالی. دنیایی را که حضرات انبیا علیهم الصلاة و السلام به او دنیا قدم گذاشتند و خداوند تبارک و تعالی او پیغمبرها را فرستاده، اگرچه که به گفته مردمان امروزه دنیای بوده ساده و مردم بودند ساده امتهای سابق، ولیکن خیلی فهمیده تر، یعنی کافر او هم فهمیده تر از مارکسیست، از کمونیست. زیرا از زمان حضرت نوح علی نبینا و علیه الصلاة و السلام تا به زمان خاتم النبیین صلی الله علیه و سلم، همون کافر او هم اینطور نبوده که قائل به وجود خدا نباشه. مارکسیست کو با این عقل که میگه ما به فضا میرم و فلان و سفینه های دریایی و سفینه های هوایی و زیر دریایی ها دیگه تیار میکنه، او عقل او خیلی راسبتر و خاموشتر از عقل همون مشرک زمان حضرت نوح بوده، از عقل همون مشرک زمان حضرت نبی الله علیه السلام بوده. به تمام دنیا و امتها که ما و شما سراغ بکنیم، هیچ کس معتقد به این نبوده که معاذ الله خدا اینیه. پس به این خاطر پیغمبرها به خاطر اثبات وجود خدا فرستاده نشده،
که شما برید به امتهای خود وجود خدا رو بیان بکنید که خدا موجوده. نه، وجود خدا یک امر فطریه، در فطرت هر شخص، در نهاد هر کس احتیاج به خدا و نیاز به وجود خدا می باشد. اگرچه که گاهی اوقات این فطرت ها کج میشه و عقول کج میشه، میره به طرفی که اتم می باشه موجود، میره به طرفی که طبیعت می باشه موجود و صورتهای دیگر بقا میگیره، لیکن همو هم قائل به این هست که یک کس باید باشه، خدای باشه. حالی که تعبیر مختلف میشه به اساس کساد و فساد عقل، او جدا مسئله هست. پس پیغمبرها فرستاده میشه تا ای که ای را بیان بکنن که ما لنا ان نشرک بالله شیئا، که مناسب نیه با شأن بنده که بیا با خداوند تبارک و تعالی چیز را شریک بگیره. به این خاطر فرستاده میشه که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این را بگید که بجز پروردگار، بجز ذات یگانه او معبود دیگه کسی نمیتونه باشه، با او در الوهیت و در پرستش و در عبادت کسی دیگه شریک شده نمیتونه. به خاطر رد شرک فرستاده شده. بلکه در تمام قرآن عظیم و شان دعوا یک دعوای به اعتبار توحید، الله لا اله الا هو و ما لکم من اله الا الله. دعوا همیه که معبود فقط یکیه. دعوا اینیه که خدا موجوده، بیایم ما به اثبات وجود خدا بپردازیم. تمام جهان که ما سعی بکنیم در زمان حضرات انبیا علیهم السلام یا عرب‌های که او هم تقریبا یک امپراتوری بزرگ تشکیل میده. عرب‌ها سرزمین حجاز، یمن و فلسطین و به می ترتیب لبنان و همچنین سوریه، مصر و خود عربستان، بحرین، قطر، کویت، اینا همگی می باشه از جمله یک امپراتوری بزرگه که عرب داره، اگرچه که قومیت لیکن دایره از بسیار وسیع. اینها می باشن مشرک، قائل به وجود خدا هستند لیکن با خدا در عبادت دیگه چیز شریک میکنن. هرقل روم یا رومی ها، اونها قائل به وجود خدا هستند لیکن با خدا شریک میارن که اونها همون نصرانی ها می باشن. یهودی ها قائل به وجود خدا هستند لیکن با خداوند تبارک و تعالی شریک میارن. مجوسی ها قائل هستند به که باید خدای باشه که این خدا تصرف کننده در عالم باشه، لیکن میگن دو خدا، یعنی به تعدد خداها قائل می باشه که مالک خیر، متصرف امور خیر می باشه یزدان در نزد آنها و متصرف امور شر و زشت و خالق امور شر و ناپسند می باشه اهرمن یعنی شیطان. پس هر کدامه که بگیریم از این حکومت ها و از این امت ها و طوائف مختلفی که دنیا را تشکیل میده، اینطور نیه که بگه خدای نبوده باشه. از این جهت خداوند تبارک و تعالی را میبینیم که در آیات قرآن عظیم و شان با دلائل مختلف به اثبات وحدانیت خود پرداخته که واحد لا شریک له می باشون، خدای دیگه نیه، فقط تنها یک خدایه. الله الذي خلقكم
ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. آیا همین بت‌هایی را که معبودهایی را که با خداوند تبارک و تعالی شما شریک میگیرید میتونه که یک کاری از این کارها را بکنه؟ ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. آیا ربهای مختلف بهتره، اربابهای مختلف و گوناگون بهتره، یا ای که رب واحد الله الواحد القهار؟ پس همگی به دور و پیش اثبات وحدانیت خداوند تبارک و تعالی میچرخند. دلایل نقلی اگر در آفاق بنگریم در قرآن عظیم و شان، دلایل آفاقی، دلایل انفسی، یعنی با خود بنگریم به هر چیزی که ماحول ما و شما می باشه، جویات و اجرام سماوی، کوهها، زمین و دریاها، درختها، جامدات، نباتات، حیوانات، انسانها، همگی اینها دلایل به خاطر وحدانیت خداوند تبارک و تعالی و به طرق مختلف خداوند متعال ای را بیان میکنه. پس پیغمبر آمده به خاطری که به ما و شما توحید بیان بکنه، یعنی خداوند یکیه، بس دیگه کسی خدا نمیتونه باشه، یک خداه. چرا؟ قطع نظر از دلایل نقلی که در قرآن عظیم و شان سراسر موجود می باشه، به اعتبار عقل هم، عقل انسانی هم همین چیز بیان میکنه. عقل صحیح، عقل سالم، به این که اگر خداها متعدد باشه، در دنیا و در عالم دو خدای باشه، متصرف همین امور عالم دو خدا باشه، چه کار میشه؟ ما به اینجی فقط چند دلیل ذکر میکنیم. اگر حداقل بگیریم دو خدا، معاذالله، همین دو خدا یا با هم موافقن در کارها، با توافق و با مشارکت همدیگر همین کارها را انجام میدن، یعنی یک چیزی را که او بخواه ای هم میخواه، یا ای که نه مخالفن با هم دیگر، ضدیت دارن با هم دیگر. قانون کلی همین یکی دوم بیشتر تایید میکنه، زیرا سعدی شیرازی هم میفرماید که 10 مسکین در یک گلیم بگنجند اما 2 پادشاه در یک اقلیم نگنجند. قانون کلی همی، عقلی همی. اذن لذهب کل اله بما خلق. اگر چنین می بود که متعدد خداها می بود، به اونجی هر کدام تصرف میکرد برای همون چیزی که این نسبت به او خدایه، ولعلا بعضهم علی بعض، به همون هم اکتفا نمیکنه، بلکه کوشش میکنه که حیطه قدرت خود بیشتر کرده بره. مثل پادشاه های امروزی که اگر به یک کشور پادشاه های مختلفی بود، احزاب مختلفی بود، اونجا دیگه باز کوشش به ایه که هر کدام حیطه قدرت خود بیشتر کرده بره. نمیشه که 2 پادشاه در یک کشور باشه، این بالکل شده نمیتونه. یعنی مخالفت های. حالا بیایم همین فرض میکنیم که موافق با هم دیگر، چیزی را که او بخواه ای هم میخواه. هنگامی که موافق باشه هم مشکل پیش میشه. چرا؟ به خاطری که یا هر کدام مستقل می باشه در عمل، هر کدام مستقل، ای هم جدا تأثیر میکنه و ای هم جدا تأثیر. به طور نمونه ای خدا هم اراده کرده به ای که وجود به همین نفر ببخشه
به همین چیز وجود ببخشه و این هم وجود میخواه از طرف خود ببخشه. هر کدام وجود میخواه ببخشه به می زید، به می نفر وجود میخواه ببخشه. یه هر دو تا تأثیر میکنه. این محاله، عقلا محاله. به خاطر این که هر کدام که زودتر وجود ببخشه از وجود دیگری بی‌نیاز میشه دیگه اون شخص. به همین زید این خدا وجود بخشید، پس به وجود دیگه نیازی نیست. زیرا اگر قرار باشه که این هم وجود ببخشه، این هم وجود ببخشه، این مثلیه که در یک غلاف ما بیایم این شمشیر را هم تخته کنیم، این شمشیر را هم تخته کنیم، این سبب درش هم غلاف میشه. پس یک شی صلاحیت نداره که دو وجود، ده وجود به او بخشیده باشه. علاوه بری تحصیل حاصل میاد. مقصد از وجود همین زندگی میباشه که به این صحرا بیاید، به این عالم بیاید، قامت ده. احتیاج به این که باید دیگه وجود به او بخشیده باشه چیه؟ تحصیل حاصل صحیح نیست. علتهای مستقله بر یک معلول این شده نمیتونه که بیاید. هم این علت مستقله باشه، هم این علت مستقله باشه، هر دو بیاید تأثیر گذار باشه. اگر ایتو بگیم که یکی از اینها وجود میبخشه، یکی دیگه این میباشه همینطور معطل، همو خدایی که معطل قرار گرفت، پس معلومه که او از او بی‌نیازیه، به او نیاز نیست. زیرا خدا خو میباشه علت ها، موجد، خالق، رازق، تمام تدبیر عالمه یه خدا باید بکنه. این که خدای باشه معطل، او یعنی خدا نیاده، او خب مؤثر نشد. خدا یعنی مؤثر. این که بی تاثیر باشه خاطر چی؟ وجود او باشه خاطر چیه؟ پس همون خدایی که تاثیر میکنه همون میباشه خدا، یکی دیگه خدا نیست. به همین ترتیب اگر بگیم که هر دو با هم یک وجود میبخشه به زید، به می نفر، یعنی هر کدام به تنهایی نمیتونه، پس شد ناقص. خدا باید از هر لحاظ کامل باشه. ذاتی که میگیم خدا، ذاتی که میگیم الله، ذاتی که میگیم صانع عالم و مدبر و متصرف در عالم، او باید که از هر لحاظ کامل باشه، احتیاج به هیچ چیز نداشته باشه. این غالیه، این هر دو تا یکی به دیگری احتیاج داره تا ای که هر دو یکی باشن در وجود بخشیدن به زید. پس هر کدام به تنهایی خود ناقص، هر کدام به تنهایی خود ناتوان. لحاظ صورت توافق بالکل شده نمیتونه که هر دو تأثیر بکنه، با هم دیگر تأثیر بکنه، یکی مؤثر باشه و دیگری فالتو باشه. این شده نمیتونه. این که مخالف باشه خود در بدری میاد. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اگر در آسمان و زمین، در عالم دو خدای می بود، لفسدتا، عالم به هم میخورد. چرا؟ یکی میگه من زید، من همین نفر موجود میکنم، و یکی دیگه میگه من موجود نمیکنم. یکی میگه من این را حرکت میدم، یکی دیگه میگه نه ساکن باشه. یکی میگه من این را سیاه پوست میگردانم، یکی دیگه میگه نه من این را سفید پوست میگردانم. بالکل مخالفت در مابین اینها موجود میشه. علاوه بر این که تجزیه هم به وجود میاد، تجزیه به وجود میاد. لذهب کل اله بما خلق، نقصان به وجود میاد. این متصرف همی بخش، این خدا معاذالله متصرف این بخش از عالم، پس او به این بخش از عالم نمیتونه که کار داشته باشه که این عجز نقص، و او به این طرف از عالم نمیتونه که کار داشته باشه. پس هم عجز و نقص و تجزیه در تصرف، و هم میباشه بالکل امر عالم همینطور رخت و پاش، مثل موضوع افغانستان ما. شما صحیح شده نه؟
که یکی میگه من این کارا میکنم، یکی میگه من این کارا نمیکنم. بالکل نظام از هم میپاشه، گدودی میاد به می نظام. و دیگه ای که خدا خود میفرماید که لعلی بعضهم علی بعض، یکی بالای یکی دیگه کوشش میکنه که غلبه بکنه و همو حیطه تصرف خود و دایره تصرف خود بیشتر بکنه، جار و جنجال، کشت و کشتار و خیلی چیزهای دیگه به وجود میاد، مثل که شاهدیم به افغانستان. همینطور حالته. اگر دو خدا باشه، حداقل یک هندوها هزارها خدا دارن، او سرجا خود دو خدا باشه، یا هر کدام به دیگری احتیاج داره، یا هیچ کدام به هم دیگر احتیاج نداره، یا یکی به یکی احتیاج داره اما او به این احتیاج نداره، همگی باطل. همین نفس احتیاج یعنی خدا نبودن. زیرا یکی گفتیم خدا باید کامل باشه. یکی از صفات خدا که بعدا انشاءالله ذکر میشه بی‌نیازی از غیر خود و غیر هر چی که غیر از اوی محتاج به بودن، صمدیت. اگر هر دو به هم محتاج بود، خود صمدیت از هیچ طرف نماد، بی‌نیازی از هیچ طرف نماد. زیرا ما میگیم که خدا از غیر خود، خالی ای غیر ازیه، ای هم غیر ازیه، من غیر از شما هم شما غیر از من. پس اگر دو خدا معاذالله باشه، هر کدام به دیگری محتاج باشه، در این صورت صمدیت نبی آمد که به این همگی غیر از او محتاج باشه، ای خود او محتاج نباشه و به این هم همگی غیر از او محتاج باشه، ای به دیگه کس محتاج نکنه، یکی به دیگری احتیاج پیدا کنه. اگر یکی به دیگری احتیاج هم پیدا نکنه، هیچ کدام از این دو تا به هم دیگر احتیاج پیدا نکنه، خب باز هم صمدیت نیامد. به خاطر ای که صمد ایه که او به هیچ کس نیاز نداشته باشه، اما هر کس دیگه غیر از او، خب این خدا غیر از این خدا، پس باید ای به او نیازمند باشه، ای باید به او نیازمند باشه. پس احتیاج هر دو به هم دیگر بازم باطل، نفی صمدیت. ای که هیچ کدام به دیگری نیازمند نباشه، ای هم باطل، بازم نفی صمدیت. ای که یکی محتاج باشه دیگری نباشه، پس همو که محتاج نیست او خدا، او که محتاجه او ممکن، او که میتونه خدا باشه. آیا همین دو خدا اسرار خود را از همدیگر میتونه بپوشانه یا نه؟ هر کس یک سر داره، اسرار داره. آیا این سر خود خود از او پوشانده میتونه یا نه؟ این سر خود خود از او پوشانده میتونه یا نه؟ اگر اسرار خود خود این خدا به طور مثال از این بتونه بپوشانه، پس نفی علم میاد. در این خدا کمال علم نیه، حالان که علم خدا بعدا انشاءالله بیان میشه که او شامل ممتنعات، شامل موجودات، از هر چیز، واجبات و ممکنات، شامل هر چیز میتونه بشه، شامل هر چیز هست. ای که نتانه بر اسرار ای علم پیدا بکنه، پس نفی کمال شد داره. اگر بتانه بپوشه، خب نسبت به این نفی کمال علمی. اگر این نتانه بپوشه، اسرار این منتقل بشه به او و او خدا بدانه اسرار ای را، پس در این صورت به اینجا عجز آمد، ناتوانی، یعنی قدرت موجود نشد دیگه به ای که بپوشانه اسرار قدرت. پس به هر صورت یا نفی علم میاد یا نفی قدرت میاد. به همین ترتیب اگر چند خدا باشه، همین نظام چند خدایی خود خدا میفرمه ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. به همین نظام های اداری کوچک ما و شما بگیریم، به هر دفتره باید یک رئیس باشه. آیا شما کدام دفتر را دیدید که دو رئیس داشته باشه؟ نظام اداری مخالف با تعدد خداها. وقتی که یک اداره کوچک، یک شرکت، یک فابریکه، یک دفتر، از اون مکتب بگیریم یا کلاس، به سر یک کلاس
اگر بیا دو آموزگار باشه، دو استاد باشه، چی پیش میشه؟ یک گپ او را رد میکنه و گپ زیر رد میکنه. اگر دو رئیس مکتب باشه، او یک کار میکنه این دیگه کار، یعنی نظام اداری تقاضا میکنه این چیزی که عرف ما و شما میباشه در تمام عالم، همین که یک پادشاه باشه، همین که یک وزیر به وزارت خانه باشه، یک ولی به ولایت باشه، یک ولسوال باشه، یک علاقدار باشه، یک قریه‌دار باشه، یک امیر باشه، همگی یک تقاضا میکنه. پس ایش میشه که مخلوق او به یک امیر در زندگی ظاهر احتیاج داشته باشه، لیکن عالم ای باز خداهای متعدد داشته باشه. این هم خب مخالف با نظام اداری. هر سلسله را که ما دلیل دیگه، هر سلسله را که ما نظر بکنیم، هر سلسله او به یک منتهی میشه. سلسله اعداد همگی به یک منتهی میشه. سلسله نار همگی به یک آتش منتهی میشه. سلسله نور همگی به یک نور منتهی میشه. سلسله گرما و حرارت همگی به یکی منتهی میشه. خورشید منشأ نور هم است، به این اعتبار عالم ظاهر. منشأ حرارت هم خورشیده، منبع حرارت. منبع نار هم خورشید می باشه، طوری که دانشمندها بیان میکنن که متشکل از گازهای مختلف شده. به می عالم همین، بلکه همین انسان که ما و شما هستیم به یک آدم علی نبینا و علیه السلام منتهی میشه. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. یک آدم پیدا شده در مرحله اول، باز بعدا تکثر به وجود آمده. پس سلسله ها همگی به یک منتهی میشه. این چگونه میشه که خداها باز بیا متصرف عالم و مدبر عالم بیا با دوتا باشه. این بالکل به عقل جور در نمیاد. از هر لحاظ، اداری بگیریم، عرفی بگیریم، عقلی بگیریم، هر چی که بگیریم، او دو خدا بالکل ممکن نمی باشه که در یک عالم بیا دو خدا و دو متصرف باشه. پس وحدانیت خدا هم نقلا و سمعا، یعنی با آیات و احادیث ثابت، و هم به وسیله عقل او ثابت می باشه. عقل همین چیزه بیان میکنه که باید یک خدا باشه، شریک باید نداشته. حالا بیاییم ببینیم که توحید خدا، اعتقاد به وحدانیت خدا، این به چند قسمه باشه. یکی داریم توحید ربوبیت، یعنی رب یکیه تنها. رب یعنی چی؟ یعنی خالق در مرحله اول، پرورش دهنده در مرحله دوم. الحمدلله رب العالمین، پرورش دهنده تمام عالمین، عالم جن، عالم ملک، عالم انسان، عالم نبات، عالم جماد، هر چی که هسته رب او فقط یک، الله جل جلاله. این باشه توحید ربوبیت که خالق تنها یکیه. حتی همون مشرکین هم ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگر از آنها هم بپرسی که خالق کیه، آسمان و زمین کی خلق کرده، میگه الله. به عمران ابن حسین، پدر او حسین، خداوند پیغمبر خدا فرمود که چند خدا داری تو؟ وقتی که مشرکه میگه یک خدا در آسمان و چند خدا در زمین. میگه هنگامی بپرسه پیغمبر خدا که با خاطر حوائج و نیازهای خود کدام خدا را معتبر قرار میدی؟ میگه خدایی که در آسمان، الهی که فی السماوات، ما همو الهه، با خاطر نیازهای خود خب من مد نظر قرار میدم، اختیار میکنم. این بت‌ها و اینا که هست، اینا در او وقت بالکل هیچ میشه. یعنی به اعتبار نیازمندی ها عقل هم همین را تقاضا میکنه که فقط کسی که ماورای اسباب میتونه که
کار بکنه و قلب انسان به او مطمئن باشه و بسته باشه فقط خداوند تبارک و تعالی. لحاظا همین مشرک هم میگه که من معتقدم بی که خالق فقط خدا می باشه. خالق خداه. این توحید ربوبیت که در قرآن عظیم شان از او به رب تعبیر میشه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم. ربوبیت او را قبول دارید، پس بیایید که عبادت را به او یک تخصیص بدید. یعنی ربوبیت یک چیز مسلمه. این میشه توحید ربوبیت. یکی دیگه میباشه توحید در صفات که خداوند تبارک و تعالی در صفات خود میباشه یگانه. یعنی چه؟ توحید در صفات به سه معنا، همگی مدار اعتبار. یک، هر صفت را که ما در خداوند تبارک و تعالی سراغ میکنیم از همون صفت فقط یکیه، شبیه و نظیر دیگه او صفت موجود نیه. صفت علم یک صفته، شبیه به علم صفت دیگه وجود نداره. صفت حیات یک صفته، دیگه اینطور شبیه و نظیر در این صفت با خود در خدا وجود نداره. صفت قدرت و اراده و سمع و بصر و فلان، اینا هر کدام یک صفت در خداوند تبارک و تعالی. این از این اعتبار هیچ بنده، هیچ مخلوق با خدا در صفات شریک نمی باشه. شاید که اسم یکی باشه، خدا هم سمع داره ما هم سمع داریم، خدا هم بصر داره ما هم بصر داریم، خدا هم علم داره ما هم علم داریم. یعنی هم خانی شاید باشه، نام صفت ما هم علم، نام صفت خدا هم علم، نام صفت ما هم حیات، نام صفت خدا هم حیات، قدرت، اراده، سمع، بصر. لیکن همخانی ها همسانی تقاضا نمیکنه اینا همسان باشه. نه، زمین تا آسمان فرق میکنه صفت علم ما با صفت علم خداوند تبارک و تعالی، طوری که بعداً انشالله گفته میشه پیرامون صفات خداوند تبارک و تعالی. پس هیچ مخلوق در صفات با خدا شبیه و شریک نمی باشه و خداوند تبارک و تعالی با هیچ صفت از صفات مخلوقات خود شریک نمی باشه که صفات مخلوق بیا در خدا موجود باشه. نه، این میشه توحید فی الصفات. توحید در اسماء، یعنی اسمهای خداوند تبارک و تعالی یگانه می باشه. اسمهای رحمان، رحیم، الخالق، البارئ، المصور، همین اسمها این فقط مختص به خداوند تبارک و تعالی. ما و شما عبد مسمای این اسم، عبد الباری، عبد الرازق، عبد الخالق، عبد الرحمن، یعنی مسمای به این اسم او ذات خداوند تبارک و تعالی و ما و شما غلام او ذات که مسما به این اسمها هست. این اسمها در هیچ کس دیگه نمیتونه باشه. الرحمن فقط خدا ہے، الله فقط اسم ذات واجب الوجود ہے. هیچ بنده ما نمیتونیم اسم بزرگ بگذاریم الله، اسم بزرگ بگذاریم الرحمن، اسم او را بگذاریم الرحیم، اسم او را بگذاریم الودود. نه، عبد الودود، صحیح؟ عبد الرزاق، عبد الرازق، عبد الواجد، اینا می باشه. پس در اسمها هم هیچ کس با خداوند تبارک و تعالی شریک نمی باشه. رحمان مثل الله، یعنی نه بدون الف لام اسم کسی را میتونیم رحمان بگذاریم، نه به همراه الف لام، نه الرحمن میتونیم بگذاریم اسم کسی را، نه رحمان میتونیم بگذاریم، نه عبد الرحمن. ای که صدا میکنه شکسته، ای خود از در شریعت ممنوع میباشه نسبت به رحمان. رحیم میتونیم بگیم، اسم او عبدالرحیمه، میتونیم رحیم بگیم، صحیح؟ محمد رحیمه، میتونیم رحیم بگیم. رحیمون ای به بنده میتونه باشه. الرحیم اون نسبت فقط به خداوند تبارک و تعالی.
پس در اسمهای خدا هیچ کس با او شراکت نداره، زیرا این اسمها گاهی اوقات از ذات برمیخیزه، گاهی اوقات از صفات برمیخیزه، چنانچه که بعدا انشاءالله بیان میشه. و یکی دیگه توحید در افعال، در فعل خدا با خدا هیچ کس شریک نیست. در افعال خدا با خدا کسی شریک نمی باشه که در خلق با خدا چیز شریک باشه، در رزق با خدا چیز شریک باشه، در عزت دادن با خدا چیز شریک باشه، در ذلت بخشیدن با خدا چیز شریک باشه. نه، خدا می باشه المعز المذل، خدا می باشه خالق، خدا می باشه رازق. یعنی افعال هم از برای خداوند تبارک و تعالی هست. این اسمهای فعلی خداوند تبارک و تعالی، در افعال هم خدا یگانه، هیچ کس با خداوند تبارک و تعالی شریک در فعل نمی باشه. که دنیا بیه بخواه که یک کار بکنه عزت ببخشه به یک کس، تا خدا نخواه عزت بخشیده نمیشه. که هزارها سند داشته باشه، تا هنگامی که خدا نخواه او به چوکی نمیشه. پس خدا می باشه مذل، خدا می باشه معز، خدا او را به یک امر برمیگزینه و خدا او را از اون امر دور میکنه. تمام امورات با خداوند تبارک و تعالی. که صدها سال یک نفر بزنه تا خدا نخواه ثروتمند نمیشه، لیکن یک شبه میبینیم که یک نفر میشه ثروتمند، یک شبه میبینیم که یک نفر میشه فقیر. نه، همه کار خدا. هیچ کس با خداوند تبارک و تعالی شریک در کار شده نه. پس این نماینده ایه که هر چه میخواهی از خدا بخواه، زیرا همه کار اویه. هندو میره پیش بود سلام میده، یا پیش بود دستا خوری تر میکنه و چشما گریه میاره و فلان که به ما فلان و فلان بده. یا ای که پیش غیر الله کسی میره که به ما بچه بده یا فلان بده. نه، بچه دادن هم کار خداه، رزق هم کار خداه، فلان و فلان هر چیز کار خداوند تبارک تعالی. پس توحید فی الافعال به این معنی که هیچ کس با خداوند تبارک و تعالی در افعال شریک نمی باشه. اسباب جداه، از اسباب کار گرفتن، لیکن کننده او کار، یعنی خلق کننده او چیز خداوند تبارک و تعالی. و به می ترتیب توحید فی الحکم، صاحب شریعت فقط خداوند تبارک و تعالی. این الحکم الا لله، حاکم فقط خداه، دیگه هیچ کس حاکم نمی باشه. واضع حکم خداه، دیگه هیچ کس واضع حکم نیه. ای که قانون ساز باشه فقط خداوند. پیغمبرها علیهم السلام در این دنیا واسطه می باشه در مابین بندگان دیگر و در مابین خداوند تبارک و تعالی. حکم خدا را می رسانه، حکم خدا را تبلیغ میکنه. و او چیز هم که بظاهر حکم میکنه پیغمبر، همون از جانب خدا. حدیث پیغمبر هم، احکامی که در احادیث پیغمبر می باشه، او هم از جانب خدا. پس حاکم مطلق خداوند تبارک و تعالی، واضع قانون مطلق فقط خداوند تبارک و تعالی. هیچ کس در حکم خداوند تبارک و تعالی با او شریک نمی باشه. این گفته میشه توحید فی الحکم. اینها همگی می باشه دلائل. اگر توحید ربوبیت، اگر توحید فی الاسماء، اگر توحید فی الصفات، اگر توحید فی الافعال، اگر توحید فی الحکم، همگی دلیل به خاطر توحید فی الوهیت. توحید الوهیت یعنی الوهیت یعنی قابلیت پرستش، معبودیت. خداوند تبارک و تعالی تنها معبود می باشه، بس هیچ کس دیگه در معبودیت، در لیاقت پرستش با خداوند تبارک و تعالی شریک نمیتونه باشه. همین توحید می باشه مدار اصلی. شریعت با خاطر بیان همین توحیده. توحید فی الالوهیت، لا اله الا الله و ما لکم من اله الا الله یا ایها الناس اعبدوا ربکم. همگی اگر اسماء خداه، اگر افعال خداه،
اگر چنین و چنین همگی دلیل میشه از برای توحید الوهیت که معبود بالحق فقط خدایه. الله الذی خلقکم، پس تخلیق خدایی فعل خدایه. ثم رزقکم، ترزیق خدا. ثم یمیتکم، اماته خدا. ثم یحییکم، پس دوباره اعاده خداوند تبارک و تعالی بر شما را. این دلیل یگانگی خدا در معبودیت، فقط او را بپرستید که خالق اویه، رازق اویه، ممیت اویه، محیی او می باشه، همگی او می باشه. و به می ترتیب خداوند تبارک و تعالی می فرماید هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله، معبود بالحق فقط اویه، زیرا خالق اویه. این اسمهای خود را دلیل از برای معبودیت خود قرار میده. اسمهای صفتی، اسمهای ذاتی، افعال خود، و به ترتیب حکم خود. کسی که حاکم مطلق باشه پیش او راز و نیاز بکنه. پادشاه هست تو میری پیش رعیت، این خب بالکل خلاف عقله. پس همگی این توحیدهای دیگه نباشه دلائل از برای ثبوت توحید فی الالوهیت که معبود بالحق، یگانه معبود، کسی که لایق پرستش می باشه فقط خداوند تبارک و تعالی و سر سجده فقط باید در برابر او تعالی به زمین بخوره، نه در برابر چیز دیگه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. کسی میگوید که هر انسان خودش خدای خود است به دلیل قولی تعالی و نفخنا فیه من روحنا. ای از این چی معلوم میشه؟ همین دلیل کجا از این دلالت میکنه برای که هر کسی خدای خود است؟ بالکل دلیل دلالت نمیکنه. یکی خدا در صورتی که همین لفظ خدا در صورتی که مضاف به طرف یک چیز بشه او بر غیر الله تعالی مطلق میشه. خداوند خانه به عربی هم میگن ربة البیت، ببین کدبانو میگیم چی میگیم؟ ببین خود زن خانه میگن ربة البیت، صحیح؟ اما این بیمانه که خداوند مطلق. اصلاح کردن ریش به شکل فرانسوی و دیگر اشکال که بعضی قسمت ها را تراشیده و فلان، اصلا این اصلاح نیه، این افساده یک، صحیح؟ زیرا اصلاح قومیه که طبق شریعت باشه و باز از یک قبضه کمتر حرام است. حالا که خود قرباز به شکل فرانسوی و آلمانی و فلان میکنه او باز جدا گناهه، تشبه بالکفار. دهر میتواند نام الله قرار بگیرد. یسب ابن آدم الدهر و انا الدهر. پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید خداوند فرموده و انا الدهر. لیکن حضرات محدثین رحمهم الله میفرمایند که انا الدهر یعنی انا متصرف الدهر، ما گرداننده دهر میباشم. بعضی که به ظاهر میرن میگن الدهر هم میباشه اسم خدا، زیرا اسمهای خدا در این 99 تا منحصر نیه. بعدا انشالله در باب اسمای خدا هم بیان میکنیم. اگر کسی پول بیابد تا 3 روز پیش او باشد صاحبش پیدا نشود، بعد این پول ها را چکار کند؟ حاصل مسئله فقهیه که هر چیز به اعتبار حیثیت همون چیز. اگر مقدار پول مثلا یک چیز نفیس باشه او به سروز نیه، بلکه تا 1 ماه 2 ماه 1 سال 2 سال 3 سال میباید که نگهداری باشه. اگر یک چیز خصیص باشه یک پنسل پیدا کنه و پنسل از 2 روپیه 1 روپیه، او احتیاج حتی به گم نداره، به سراغ دادن نداره، زیرا کسی دنبال یک پنسل و یک پاک کن و سرکن نمیگرده. 2 روپیه از گم شده دنبال 2 روپیه نمیگرده. اما اگر 10 روپیه گم شد کمک میده جستجو میکنم بچه خوردم جستجو میکنه پیدا نشد میگه بالا برن. 100 روپیه اگه گم شده کمک بیشتر، 1000 روپیه گم شد بیشترتر. این به اعتبار هم خود نفاست و خصاصت مال تعلق داره، پس به سروز این تعلق نداره. حضرت ابی ابن کعب یک همیانی طلا یافته، سابقا پول طلا بود، تا به 3 سال پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که این را تعریف و تنشید بکو، یعنی اطلاعیه بده که مقدار پول پیدا شده، اگر کس هست بیا نشونه از بده چنین و چنان. از بیمه شخص دیگری استفاده کردن اصلا خود بیمه خلاف شرع، قمار، صحیح نیه. این که باید از بیمه دیگه کس استفاده بکنه
یک باز بالکل غدره، خیانته. گروه مجسمه چگونه گروهی هستند؟ میاد انشالله اینا کسان هستند که قائل به جسمیت با خداوند تبارک و تعالی. کسی که مستقلاً معتقد باشه به که خداوند تبارک و تعالی جسم مانند ما و شما، او کافره. اگر نام شخص وکیل باشد، درست است که تنها وکیل گفته شود، صحیحه. بیشتر بیان کردیم به غیر از رحمان که بدون الف لام و با الف لام مختص با خداوند تبارک و تعالی مثل الله وری یک کای دیگه یه باز پروا نداره. شخصی که وفات میکنه بعد از مرگ از اوضاع زن و فرزند خود آگاهی پیدا میکنه یا نه؟ با خبر میباشه یا نه؟ در این مورد اینطور حدیثی که حدیث باشه نیه، حدیث صحیحه نیه. در خود کتاب الروح یا مثلا شرح الصدور فی احوال الموتی و القبور میاره که بعض احادیث ضعیفه هست مبنی بر این که به همو هفته اول یک چرخش میزنه به پیش خانواده خود روح او، ولیکن این نمیتونیم به او اعتقاد و باور کلی داشته باشیم که حتما همین چیز هست. بعضی مردم عادت دارن که نسبت کوری را به خدا میدن. خدا کور و کبود چکار شد، فلان شد. این کفره. زیرا هر کس که از صفات خدا انکار بکنه یا ضد او صفتهای ذاتی باز خصوصا ضد او صفت به خدا ثابت بکنه، او کافر میشه. دلیل چیست که الرحمن با الف لام یا بدون الف لام برای هیچ چیز اطلاق نمیشه. این با خود شما فکر کنید حضرات علما رحمهم الله اجماع به دارن که رحمان یک قریب با الله، به این خاطر در بسم الله الرحمن الرحیم هم او قریب با الله آمده و میتونه که این همون موصوف باشه ولیکن صفت از برای چیز دیگه نه. از این خاطر جناب حضرات علما محققین در خود الرحمن خب بالکل اختلاف نیه، در خود رحمان تنها محققین رحمهم الله میفرمایند که او مختص به ذات خداوند تبارک و تعالی میباشه. جادو کردن کافر یعنی کافر جادو بکنه جواز دارد یا خیر؟ تعلم علم سحر مطلقا حرام، جواز برسه به اجرای او، تعلم او حرام. انسان از خاک است، حیوان از چیز؟ حیوان هم از خاک است. هر چیز عنصر و بغیر از ملک که از نور است، جن از ناره، دگرها اینا همگی از خاک میباشد. بعضی مسلمان ها میگن که یک کافر مهربانی از 100 یک کافر مهربان از 100 مسلمان بیرحم بهتر است. فکر کنیم یکی میباشه فضیلت دادن مطلق کافر بر مسلمان، این کفر است. یکی به اعتبار اخلاق، به اعتبار داد و ستده، همین کافر از ما مسلمان ها بهتر چی دارن؟ داد و ستد دارن، بهتر اخلاق دارن، بهتر فلان دارن. این صحیحه که بگن؟ صحیح شد. زیرا میبینه که یک مسلمان خیانت میکنه لیکن یک کافر خیانت نمیکنه در بیع و شراء، در فلان و فلان. به اعتبارات جزئی میشه که یک کافر بر یک مسلمان ترجیح بده، اما ای که بگه کافر از مسلمان برتر، این کفره. زیرا این برمیگرده به اسلام، یعنی کفر از اسلام بهتره. اگر یک شخص یک دختر را خواهر خوانده و یا پسر را برادر خوانده بخواند، یعنی چه؟ یعنی پیش باز بشینه تو قوار منی پروا نداره، تو برار منی زن بگه پروا نداره، این حرام است. اگر منظور میه از سوال آیا صفات الله تعالی محدودن یا نامحدود؟ میه انشاءالله به بخش صفات که صفات هر کس مطابق با همون کس. ذات الله تعالی او محدود به چیزی نیه، صفات او هم محدود به. اسمایی چون عبدالرسول و عبدالنبی جواز دارد یا خیر؟ مکروه. غلام رسول، غلام نبی صحیح. عبدالرسول چون در عبد معنای غلامیت هم هست، معنای خود عبدیت و پرستش هم هست، پس به این خاطر مکروه. آیا دموکراسی تضادی با توحید فی الحکم الله ندارد؟ دموکراسی همین دموکراسی خودش مطلقا مردود، زیرا این معنی هرج و مرج، معنی حیوانیت، هر کس هر چه کرد
این به ایمان. فلسفه عبادات چیست؟ او جدا مسئله که یکی به اعتبار عشق، صحیح شدنه. دین بعض میگن سراسر عشق و همی که به پیش محبوب خود، به پیش معبود خود دست به سینه باشه، همی که مال خود در راه محبوب بده، جان در راه محبوب بده، به خاطر محبوب چیز نخوره، فقط به فکر محبوب باشه، از هر چیز دیگه دست برداره. نه همگی ابو توضیح عشقی خود امور دین می باشه که حضرات صوفیین کرام رحمهم الله گاهی اوقات از این طریق پیش میرن. یعنی عادت همیه مجنون این عاشق لیلا که می باشه میبینیم نان نمیخوره، سر از پا نمیشناسه، پا پیاده و پالق و سرلق به کوچه های فلان و فلان یا به مو دشت و بیابانه که اینا اونجی هستن میده و میره. اینا همه مراتب عشقه. گاهی اوقات تو جلال و جمال خدا، حاکمیت و محبوبیت خدا، از این حیثیت هم این را میتونیم که بررسی بکنیم. همگی هسته. رساله تقریبا شروع کردیم، شاید که به 50 70 یا 80 سوال برسه. اثبات المسائل الشرعیه بالادله العقلیه، یعنی اثبات احکام شرعی با دلایل عقلی، بالکل قطع نظر از دلایل شرعی، با دلایل عقلی. به اونجا همه موضوعات ذکر کردیم، هم عشقی حضور هم غیر عشقی حضور، یعنی عشق پاک، عشق خدایی، یه عشقای دیگر نمیگن. بله. خب خداوند نیازمند عبادت ما نیست، پس چرا عبادت میکنیم؟ ما نیاز داریم. آخه لازم نیست که خدا نیاز داشته باشه. صحیح شدنه. نیاز از جانب ما چون نیاز داریم لازمه. کسی که نیاز داره میره به پیش ولی، کسی که نیاز داره میره پیش ولسوال، پیش قومندان. پس ما نیاز داریم به خداوند تبارک و تعالی. چرا زناکار متأهل را باید با سنگسار کشت؟ هدف ما که کشتن طرف است. میتوان شخص را با تیر کشت. پس فلسفه سنگسار هم یکی از جمله لزومه باشه درع حدود به شبهات. زیرا در شریعت مقدس اسلام جان یک کس را گرفتن خیلی مهمه، باز خصوصا نسبت به حدود کوشش میشه بی که حد با اندک شبهه که باشه او درع باشه، از بین بر. پس به این خاطر در دین مبین اسلام در موضوع سنگسار بیان میکنه که اول باید شاهد سنگ بزنه، بعدا قاضی سنگ بزنه. زیرا ممکنه که شهادت داد لیکن همی که سنگ نزد به جان همی زناکار، زانی یا مزنیه، یه خودو یعنی خلاص، یعنی من در شهادت دروغ گفتم. ادنا شبهه که بیایه او باید که جان انسانی محفوظ بمانه. این وسیله یعنی حکمت اویه. و اگر با تیر بزنیم خب یک تیر خلاصه دیگه، این خب باز برگشت نداره. پس اینا همگی حکمته. حکمت در به وجود آوردن حضرت عیسی بدون پدر چی بود؟ همگی آثار قدرت. صحیح شدنه. بدون پدر و مادر بگو چی بود نسبت به حضرت آدم. صحیح شدنه. همگی همی اطوار و خود قدرت خود نمایان کردن که بدون هیچ هم میتونه پیدا بکنه، از یکی هم میتونه پیدا بکنه و به همراه پدر و مادر، بدون پدر و مادر، آدم بدون پدر و مادر، حضرت حوا بدون مادر. ظاهرا اگر بگیریم که از حضرت آدم پیدا شده حضرت حوا، و حضرت عیسی بدون پدر. پس اینا همگی می باشه همو قدرت خداوند تبارک و تعالی. کسانی به این عقیده هستند که بعضی مرضها ساری می باشد. شما این را توضیح دید پیشتر در هفته گذشته مثل یک توضیح شده بود. فکر کنید یکی می باشه موضوع خود دو حدیثه، یکی فر من المجذوم فرارک من الاسد، از مجذوم فرار بکن مثل که از شیر فرار میکنی. یکی دیگه یه که لا عدو ولا طیره، تجاوز و سرعت از مرض به مرض نیست. هر دو حدیث صحیحه. یکی به اعتبار علته که این مرض علت باشه از برای مریض شدن کسی دیگه، علتیت نمی باشه. زیرا گفتیم دکترها پس باید همیشه مریض باشه، به پیش می تبرکلوز و دیگه که میشنن باید همیشه مریض باشه. و یکی سببیته، سبب گاهی اوقات منجر میشه به یکی نفرم زکام باشه، گاهی اوقات منجر نمیشه. اطلاق رحیم بر پیغمبر شده و بالمؤمنین رؤوف الرحیم. به خاطر میگه فرق بین اسما و صفات خدا چیست؟
میآید انشالله که در مابین اسما و صفات ما و شما فرق هست. در مابین اسما و صفات خدا به او فرقی که در مابین اسما و صفات ما و شما هست نیست، لیکن اسم گاهی اوقات از ذات سرچشمه میگیره، اسم ذاتی گاهی اوقات از فعل سرچشمه میگیره، او اسماء فعلی. صفت خدا این به اعتبار کلی که بگیم ظهور اسم، یکی اسم ظاهره صفت مختفی. این خلاصه همین درس های بعدی انشالله بعداً بیان میشه. آیا کسی میتواند اسم بچه خود را سبحان الله و اسم دختر خود را چی؟ شفا بگذارد؟ سبحان الله میتونه بگذاره، صحیح شدن، یعنی کدام مشکلی نداره. سبحان الله، سبحان زی مصدره، مصدر میتونه معنی اسم فعل یعنی مسبح الله، یعنی انشالله همیش تسبیح خدا رو میگه، تفاعل. صحیح شد. و اسم دختر خود را شفا، یعنی فکر کنه یکی نفس جوازه، یکی اسمهای خوب و دینی انتخاب کردنه. شفا میتونه باشه، شفا این تفاعله، یعنی خداوند دیره همیشه چیزاش از مرضها دور داشته باشه و خداوند تبارک تعالی ایره مریض نکنه. همین چیزی به می ترتیب میتونیم که بگیریم. الشافی اسم خدا. اگر انسان یا محمد و یا این که بگوید یا شیخ عبدالقادر جیلانی، شعر کسی یا نیست. این مسئله عقیدتی هست، برمیگرده گاهی اوقات و اساس حب و محبت با یک کس صدا میکنیم و معنی حاضر و ناظر بودن نه، این پروانه داره. یکی اینه که همون ذات حاضر و ناظر بدانه، او باز کفر شرک استفتاز در دالفتاس میتونید بگیرید. پدر و مادر جناب محمد مصطفی علیه السلام مسلمان رحلت کردن یا خیر؟ در این مورد افضل سکوته. ما چیکار داریم به پیش از پیغمبر خدا علیه السلام، زیرا این هر دو پیش از پیغمبری محمد مصطفی علیه السلام وفات کردن. ولیکن علامه سیوطی میفرماید که هر دو موحد بودن، سابقا هم توحید کافی بودن، زیرا دیگه دین ها همگی محو شده، آثار و احکام او فقط توحید کفایت میکردن. ما قائل هستیم که خداوند در هر جا وجود دارد، همین هر جا با خداوند تبارک و تعالی هیچ کس قائل نیست. میاد انشالله این موضوع هم و این هم گفتیم در حالی که در آسمان ها میاد. این خداوند جای مشخص، نه آسمان جای خداه که خداوند بیا جای مخصوص داشته باشه، زمین جای مخصوص خدا، این تو مکان مخصوص از برای خداوند نمی باشه. آیا تقدیر معلق به دعا هست؟ تقدیر معلق به دعا هست یا خیر؟ دعا تأثیرات خاص خود داره، بعدا بیان میکنیم در مسئله قضا و قدر که خداوند از اول میدانسته که همین شخص دعا میکنه، بعدا به دعای او پذیرفته میشه در عظمه، پس از اول عمری را مثلا 90 سال گذاشت که اگر همون دعا نمی بود در بعدی و خدا نمی پذیرفت او شاید 80 سال عمر بکرد. پس 10 سال به اساس دعا در عمر او گذاشته شد. اینطور نه که 80 سال بگذاره نوشته کنه باز بعدا چونی دعا کرده او خط بزنه 90 سال بکنه. این محو اثبات نیه در علم خداوند تبارک و تعالی. چرا در قرآن کریم لفظ سماوات جمع و زمین مفرد ذکر شده؟ خب بعضی علما میگن که عنصر یکیه در زمین، هرچی که در سماوات عنصر یا همون گفته فلاسفه سابق هیولاها فرق میکنه. زمین و آسمان به چند روز آفریده شده است و روزها کدام روزها؟ روزهای خداوندی. صحیح شد؟ زیرا روز هم که است و از تاثیر گردش آسمان و زمینه دیگه نه؟ همون پس به خاطر میگم روزهایی که مقدره به پیش خدا، به پیش خداوند تبارک و تعالی، تو زمان قنیه، زیرا خداوند زمانی نیه، لیکن این تقدیر به اعتبار ما و شما میفرماید که فی 6 ایام یا فلان. کسی میگوید هم خدا و هم خرما چنین کلمات گفتن از نگاه شرع چی مشکل دارد؟ اینا الفاظ کناییه که یعنی هم خدا میخوایی و هم دنیا. این شده نمیتونه هم محبت خدا به دل باشه هم محبت دنیا. تعبیرات گاهی اوقات در تعبیرات مجازات به کار میرن. عبدالله ابن سعد ابن سرح یا فلان فانشأناه نوشته کرد و بازو چنین نوشته کرد، یعنی سوال فهمیده نشد. اصلا خود همین عبدالله ابن سعد ابن سرح
این که کافر شده به اساس دیگه قصه هست که او کنیز خود خور زده یا ای که غلام خود خور زده به اساس این زدن مرده، به این گمان شده که اگر ما برم به مدینه منوره مر قصاص میکنه پیغمبر خدا علیه السلام، پس میتونه میره کافر میشه و باز حج به نبی الله علیه السلام عمل میکنه. چطور آسمان 7 طبق میباشد؟ خداوند فرموده دیگه چطور زور باز. بله خداوند میفرماید که آسمان ها 7 طبق است، یعنی 7 آسمان است، 7 آسمان. و خداوند بر عرش است. منظور از عرش آسمان است یا غیر؟ نه، عرش غیر از آسمان است. بر عرش هم بی معنی که نشسته باشه بر روی عرش. بعدا این مسئله میاد آیا ساحر کافر است؟ اگر نیست پس منظور حدیث که ساحر کافر است و آیه ما کفر سلیمان که درباره سحر چیست؟ ساحر فکر کنیم اگر در سحر او گپ‌های کفری باشه کافر میشه، سخن‌های کفری نباشه چون مفسد فی الارض، پس به خاطر نباشه اما خود حد ساحر ضربتون بالسیف، او باید کشته بشه از جهتی که مفسد فی الارض. و این ما کفر سلیمان به خاطر که یعنی سحری که به اونجی بود و همین الفاظ کفری در ازویه و هیچ پیغمبر نیه که او از لحاظ جادو و سحر بیا حکومت بکنه. شیطان ها به جناب حضرت سلیمان امیر نسبت میدادن. الهین اثنین در قرآن عظیم شان آمده، خب نه در قرآن عظیم شان چطور آمده؟ لا تتخذوا الهین اثنین، دو خدا نگیرید. و باز اگر از اثنین بپرسیدی تاکید همون تثنیه است. ابوبکر صدیق چرا ابوبکر لقب نامیدن؟ بچه هم بنا به بکر نیست. نه لازم نیه که همیشه به اساسی که کسی بچه به نام فلان چیز داشته باشه او را ما ابو فلان بگیم. نه، خود بکر اصلا میفرمان همی که یعنی استحکام در یک چیز، صاحب استحکام، این تقریبا به او معنا و توجیهات دیگه هم شده در این مورد.